خب بچه ها، همونطور که میبینید قبل از اینکه بریم سراغ قسمت کاتالوگ خوانیمون، من باید یه چیزی رو به شما توضیح بدم. ببینید، برای رنگ ها ما دو تا گروه داریم، گروه گرم و گروه سرد، که من اول برای شما گروه گرم رو نوشتم. ببینید توی ترکیب رنگ ها، برای اینکه به قسمت کاتالوگ خوانی بخوایم بریم، اولین چیزی که ما وجود داره یکی هستش که قانون گرم و سرد، یعنی رنگ های گروه گرم و رنگ های گروه سرد، یعنی قانون نرم ماده ها. گروه گرم که من یه چیزی میارم به عنوان اینکه مثلا شما بدونید که حضور ذهنتون بدونید، یعنی نرها هستن، ترکیب میشه از شامل رنگ های مثل طلایی که با حرف اختصاصی جی نوشته میشه، قهوه‌ای، نچرال، قهوه‌ای یا همون نچرالمون که با حرف اختصاصی ان هستش، مسی، کاپر که با حرف اختصاصی کا نمایش میشه، قرمز و رد ها هستن. این رنگ ها توی کالیته رنگی و توی کاتالوگ رنگ ها قسمت گروه گرم هستن. حالا یه ویژگی که قسمت طیف نچرال داره، ببینید پوشش سفیدی، ماندگاری رنگ بالا، دوام رنگسازهای بالا. مثلا مشتری به شما مراجعه میکنه سفیدیش بالاه و اینا، مثلا شما میدونید 70% سفیدی داره، 30% موی مشکی داره، شما از رنگ‌های گروه نچرال قهوه‌ای ها استفاده میکنید برای اینکه بخواید اون رنگ سفیدیشو انجام بدید، یعنی پوشش سفیدیشو انجام بدید که بگیره، یا حالا مثلا رنگ‌های اکسترا که اینا رو هم توی کاتالوگ بهتون نمایش میدم. پس برای قانون رنگ ها بس ما از یک قانون گرم و سرد استفاده میکنیم. گروه گرم نرها هستن، طلایی با جی نشون داده میشه، قهوه‌ای با همون نچرال با ان، مسیکا و قرمزم رد، که اینا فعلا گروه گرم ها بودن تا به قسمت گروه سرد ها. خب گروه بعدی اون بچه ها گروه سرد هستش، گروه رنگ هایی که تون سردی دارن که اسمشو معمولا گذاشتن ماده. گروه رنگ های سرد شامل چه رنگ هایی؟ زیتونی، متد که حرف لاتینش ام هستش که شماره رنگش هم 3 یا 5، خاکستری یا دودی. خاکستری و دودی با هم خواهر برادرن. دودی که اش یا اسموکی بعضی برندها استفاده میشه، که عددهایی که توی کاتالوگ رنگ ها استفاده میشه 1 یا 2 از رنگ های دودی، یعنی بعد از ممیز عددی که میشناسیم 1 باشه یا 2 خاکستری هستش، نشون دهنده شونه. و رنگ بنفش ویولت که معمولا با 2 و 22 و یا 20 نشون داده میشن، نسبتا کمتر از گروه گرم می باشن، یعنی توی کاتالوگ رنگ گروه گرم قسمت وسیعه و اینکه خیلی رنگ ها و اینکه حالا پوشش دهی سفیدی یا رنگایی که بخواید حتی بسازیم با رنگ های گرم خیلی بیشتره. ولی خب گروه سردم هستن و ازشون استفاده میشن. مثلا همین رنگ بنفش رو برای اینکه زردی یا قرمزیمون رو بخوایم خونسا کنیم از رنگ بنفش می‌ریزیم، چون پیگمنت هایی که داره باعث میشه که زردیمون خونسا بشه. و این معرفی قانون گرم و سرد و رنگ ها بود. حالا با هم دیگه میریم سراغ قسمت کالیته.